روز بخیر دوستان عزیز، خداوند حفظتان کنه. خواهش میکنیم تا آخر با دقت گوش کنید برادران مهربان. الحمدلله که دودرک یافت شد که دین مانده بودیم دوستان. رحمت برای دستگیریتون، فضل خدا که یک تکسیس میبینه در اینترنت، بعد یک در راه میبینه میبره میسپارش. خوب اینه گل جهان مادر ما که صورتاش میبینه قطعی بچه‌شون دین هم بچه‌ک او مادر راستش که شهر قرغن روز دیمی چسلا برمده، یعنی فرزند از خانه گرفته برمده، کم کم مزهش نیست این مادر. به خاطر الله خواهش میکنم مردم این در شهر قرغن در تاجیکستان شدگی اکمورم یک برادر مسلمانیم میخوایم کمی هم باشه دستگیری کنیم، هم ویدیو را پهن کنیم تا همین مادر یافت شود. بچه‌های قرغن، بچه‌های مقصد طرفی چی میگن خراسان، اگر این طرفا برادران عزیز ببینه یا در شهر دوشنبه همین مادر التماس و همین دادرش از هم بزنیم. من رقمی هم دادرش هم میمونم، هم خواهرش اپش. خواهش میکنم از هر یک شما به طرف نبسته. خداوند همه ما را برای راست هدایت کنه. رحمت برای همه دستگیری تو. الله شاید که همین حرکت ما برای خلق مسلمان، برای خلق چی میگن وطن عزیز تاجیکستانی مهربان است. خدا نگهدار. خواهش میکنم برادرها احتیاط باشه که پدر و مادر غم نته. این مادری که میبینه این مادر در حقیقت مزهش نیست، فرزندش گرفته برونه کی جا رفته الله اعلم. خاک دادن در منیسا کوفته زنده تاجیکستان، اما خب با اینترنت چه خلاص در پهن میشه. رحمت برای دستگیریتون. ویدیو را تماشا کنید. در شما میمونم که چگونه بچه‌ها در استادیوم میرن فوتبال میرن متاسفم. خب این خبر با شما برای چی من هاوس دادرنی استادیوم درم. یک دوستان عزیز، این همین استادیومی که میبینه همجا گوداکو بازی کردن، اما متاسفانه این اینجا بچه‌های تاجیکم زندگی میکنن. از ما در طرفی بود تو از کار میکنن، زندگی میکنن. همجا بچه‌های ارس فوتبال دارن. به خاطر خدا خواهش میکنم بچه‌ها میدونم که بسیار ژلانی داره فوتبال بازی و خیلی از همه کمتر خودداری کنه. وضعیت ناآرام است. خاک این استادیوم را کرای برای ما گوداکای خچون ملت گوداکای بچه‌ها که تاجیکا رو بازی میکنن مایدچو، اما بچه‌ها یوش ای کار میان خد برای طرف لوبلینا و صداوت خد دیگر جو بازی میکنن، گوداکا را های میکنن، بعد البته خارش میکنن. خب دوستان عزیز، خداوند همه ما را نگهبان باشه. رحمت برای دستگیریتون. خواهش میکنم که ویدیو را پهن کنید تا همین خواهر خطی بچه‌ش یافت. خدا نگهدار.